توجه توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید. ایران زیبا پاینده باشی ای خانه ما، پاینده باشی ای خانه ما. چی شده دخترم؟ اینو چه کشیدید؟ چرا اونو نقاشی کردید؟ اینو من نکشیدم. خیلی عجیبه ها. پس اینجا چی کار میکنه؟ نمیدونم. چرا پرنده ها رو پاک کردید؟ من اینا رو خیلی دوست داشتم. من پرنده ها رو پاک نکردم. بابا جون، مگه میشه پرنده ها خودشون برن؟ ببینید گل‌ها پژمرده شدن. شاید به خاطر ترس از مترسک پرنده ها رفتن. گل‌ها هم به خاطر دوری پرنده ها پژمرده شدن. من این مترسک رو دوست ندارم. من پرنده هامو میخوام. یه کاری بکن. یه دقیقه اجازه بده ببینم چی کار میشه کرد. پس چرا پاک نمیشه؟ خیلی عجیبه. نه با رنگ پاک میشه نه با کاردک از بین میره. من پرنده هامو میخوام. زود باش یه کاری بکن. باشه الان دوباره چند تا پرنده قشنگ برات میکشم بابا. چی شد بابا؟ بابا یه کاری بکن. دوست دارم یه کاری بکنم اما نمیدونم چه کار میشه کرد. باید هر طور شده مترسک از روی تابلو بیرون کنی. باید دوباره پرنده ها آواز بخونن. گلا شاد باشن. باشه، حالا تو برو مدرسه. برو بابا جون، تا تو بیای منم یه کاری میکنم. بابا جون مثلا چی کار میکنی؟ مثلا یه نفری رو نقاشی میکنم تا با مترسک مبارزه کنه و اونو از تابلو بیرون کنه.
خوبه؟ آفرین بابا جون. راستی اون که میخوای بکشی چه شکلیه؟ هنوز نمیدونم. باید بگردم و یه مدل پیدا کنم. من میشم مدلتون، از روی من نقاشی کنی. نه دخترم، تو خیلی کوچکی. مدل نقاشیم باید سنش از تو بیشتر باشه، باید از تو قوی تر باشه. مثل رستم توی شاهنامه فردوسی؟ رستم که افسانه است. باید آدمی باشه امروزی که البته مثل رستم قوی باشه. حالا تو برو مدرسه، شاید تا برگشتن تو منم مدلمو پیدا کردم. چشم، پس خدافظ. خدافظ. بابا جان؟ اون قشنگ باشه تا پرنده ازش نترسم. سعی میکنم مدل قشنگی پیدا کنم. بابا جون مهربون باشه، گلا رو دوست داشته باشه. باشه، برو دیگه داره دیرت میشه. باشه چشم. ولی بابا نکنه بعد که مترسک و فریداد خودش مزاحم پرنده ها بشه یا همه گلا رو ببره خونه خودشون. نه نگران نباش. سعی میکنم یه مدلی پیدا کنم که هم قوی باشه، هم مهربون، هم پاک باشه، هم معصوم. دیگه چی بابا؟ دیگه من رفتم، خدافظ. به سلامت. سعی کن حرف معلمتو خوب گوش کنی، درستو خوب یاد بگیری. چشم بابا جون، خدافظ. تو قدرت ایستادگی در مقابل مترسکو داری؟ دستت درد نکنه. برای دست کم گرفتی؟ یه فوت بکنم مترسکت افتاده. پس بهتره تو رو منتقل کنم روی اون تابلو. آها. بی خیال بابا، حالا ما یه چیزی گفتیم، بذار غذامونو بخوریم. باشه منتظر میشم. غذات که تموم شد منتقلت کنم به اون تابلو. البته من فکر منتظر نشی بهتره. خودت میدونی که من حالا سیر نمیشم. این سفرم که همیشه پهنه و تمومی نداره. بفرما. دست خالی نبند که من مترسک و فوت کنم افتاده. خالی نبستم، جدی گفتم. ولی درگیری مرگیری تو مرام ما نیست. دست رو کوچیکتر بلند نمی کنیم آقا. خیلی خوب. هیچ کی نشناسه من یکی تو رو خوب میشناسم. به نظر تو چی کار میشه کرد؟ اگه منظور تو اینه که من در مقابل مترسک بایستم، که باید بگم خیلی اشتباه فکر میکنید آقا. آخه دور از جوان مردیه یه زن در مقابل مترسک بایسته و از پرنده ها دفاع کنه. مگه نه این که وقتی یه زن مادر میشه برای حفظ جون بچهش حاضر در مقابل تموم دنیا بایسته؟ بحث مادر یه چیز دیگه است. من مادر نیستم، من یه زنم، یه زن جوان و زیبا. زن هم تمام وجودش عاطفه است. یعنی تو هیچ احساسی نسبت به گلها و پرنده ها نداری؟ چرا؟ من عاشق گلهام. من پرواز پرنده ها رو خیلی دوست دارم، ولی جون خودمو بیشتر از همه. میدونستم که شماها نمیتونید مدل خوبی برای آخرین تابلوی نقاشی من باشید. چرا قهر کردی؟ شاید تو کتاب ها و اسلاید ها بتونم مدل خوبی پیدا کنم. خب این چطوره؟ نه این که نه. این یکی اینم نه. میروند عاشقان دست دست سوی نور، با عبوری از بهار با شکوهی از شعور.
میروند عاشقان تا کرانه های دور، چشم های ما همه انتظار آهای آقا، با شما یه لحظه صبر کنید. جوون، با تو هم. میروند عاشقان دست دست سوی نور، با عبوری از بها، با شکوهی از شعور. میروند عاشقان تا کرانه های دور، چشم های ما همه انتظار یک سرور. اگه میتونستم باهاش صحبت کنم مدل خوبی برای نقاشی بود. جوون، با قدرت، پاک و دوست داشتنی. تموم اون چیزایی که مدلم باید داشته باشه در وجود اون دیدم. ولی حیف که رفت. زرش یعنی قبول نکرد که بیاد و مدل تو بشه؟ قبل از اینکه بتونم باهاش صحبت کنم رفت. حالا خودتو ناراحت نکن. میگم بهتره اونو فراموش کنی ها؟ آره منم نظرم همینه. آره، اون تابلو رو از روی اون سپایه بردار و بذار کنار. شطور دیدی ندیدی؟ تو میتونی تابلوهای دیگه ای رو نقاشی کنی. تابلوهایی که توی بازار خریدار دارن. آره، میتونی با کشیدن تابلوهای قشنگ پولدار بشی یا تابلوهای هنری بکشی مثل من. حالا اون وقت ما میتونیم تو رو معروف کنیم. تو مشهور میشی و همه ازت امضا میگیرن. آره. چطوره؟ خوبه؟ ها؟ آهای، مثل اینکه داری با تو حرف میزنیم ها. منو بگو که دارم واسه کی حرف میزنم. تو که اونو میشناسی، وقتی بخواد کاری رو انجام بده به حرف کسی گوش نمیکنه. ببینم، مثل این که اون جوون بدجوری روش تأثیر گذاشته. تو اون جوون رو دیدی؟ خیلی قشنگ بود. قشنگی که مال زناست. مرد باید جبروت داشته باشه، غیرت داشته باشه. خیلی خوب. تو هم میگم خیلی مرد بود. والا نمیدونم، حتما یه چیزی داشته که نقاش اونو به عنوان مدل پسندیده. اونجا رو ببین، انگار داره با همسرش درد دل میکنه. طفلی. کاش همسرش زنده بود. خودش مقصره. نباید اجازه میداد همسرش بره تظاهرات. زن که نباید از خونه بره بیرون. با تو هم با این نظراتت بهتره غذا تو بخوری. هیچ وقتم که سیر نمیشه. تو چی که همه جلو آینه وایستادی؟ دهنمو باز نکنا. دهنت باز بشه چی میشه؟ خوب نیستن اینقدر دهن بدن یه مرد بذاره. تو اگه مرد بودی که نقاش ازت به عنوان مدل استفاده میکرد تا مقابل مترسک بیستی. آقا ساکت. چی شده؟ ساکت، بذار ببینم نقاش به همسرش چی میگه. ساکت. تو چی کار داری چی میگه؟ چه معنی داره که حرف خصوصی مردم رو گوش کنی ها؟ نه بابا، مثل اینکه کسی نمیتونه حریف زبان تو یکی بشه. ما اینیم دیگه. اون کاری رو که فکر میکنی درسته انجام بده. بهترین کار اینه که هر طور شده این تابلو رو تموم کنم خانم. تا این تابلو تموم نشه نمیتونم تابلوی دیگه ای رو شروع کنم. پس منتظر چی هستی مرد؟ آخه مدلی که پیدا کردم رفت. اوج زیبایی، قدرت، معنویت، صلابت و مهربونی. با اینکه فقط یه نگاه اونو دیدم اما عجیب به دلم نشست.
اگه فرصت بیشتری برای دیدن او داشتم شاید حالا میتونستم نقاشیمو تموم کنم. ولی یادت همیشه به من میگفتی بدترین چیز دودلیه؟ حالا چرا خودت دودلی؟ میدونم باید هر طور شده اون جوون رو پیدا کنم و آخرین تابلو رو تموم کنم. اما نگران بچه‌مون هستم. شاید این سفر خیلی طول بکشه. شایدم. نگران نباش، اونم دوست داره تو کارو تموم کنی. دخترمونو بسپار به دایی و عموش. باشه. حالا که تو هم برای اتمام آخرین تابلو با من هم عقیده‌ای، میرم و هر طور شده اون جوونو پیدا میکنم. ای بابا، اینم یه پا دیوونه هستم. یکی نیست به این بگه حالا این نشد یکی دیگه. بس میگه اصلا این تابلو نشد یه تابلوی دیگه ها. فقط بحث تابلو نیست، بحث دیدن دوباره اون جوونه. هنرمند کارش اینه که زیبایی رو به تصویر بکشه. من اوج زیبایی رو در چهره اون جوون دیدم. زیبایی که هم در اون قدرت بود، هم صلابت، هم پاکی، هم دانایی و همه چیزای خوبی که من برای کشیدن اونا عمرمو صرف کردم. خب حالا کجا میخوای دنبال اون بری ها؟ چجوری میخوای بری؟ تو پا به ره در نهو هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. سفر راه نهان کن، سفر از جسم جان کن، قدم از خانه به در نه، قدمت آب روان کن. سفر راه نهان کن، سفر از جسم جان کن، قدم از خانه به در نه، قدمت آب روان کن. سلام کو. سلام. بهتر زودتر از اینجا بری. کجا برم؟ من تازه رسیدم. اینو خوش آمد گویی تو؟ آخه اینجا امنیت نداره. ممکنه هر لحظه باد سیاه برسه و به تو هم آسیب برسونه. باد سیاه؟ اون اینجا چی میخواد؟ باد سیاه قصد داره به اون طرف کوهستان برو گلها رو پرپر کنه، اما من نمیذارم. توی راه که می اومدم گلها رو دیدم، خیلی زیبا بودن. با این که نقاشم و خودم گلای بسیاری رو نقاشی کردم، اما تا حالا گلهایی به این زیبایی ندیدم. آخه این گلها با گلهای دیگه فرق دارن. چه فرقی؟ اینها گلهای نیکی هستن. یعنی چی؟ ببین، هر کس که کار خوبی انجام بده اون کارش باعث میشه که یک گل روی دامنه من سبز بشه. افسانه میگی؟ خیلی وقتها افسانه و حقیقت با هم یکی میشن و جدا کردن اونها از هم سخته. بگذاریم، تو اینجا چی میخوای؟ گفتم که نقاشم. برای اینکه آخرین تابلو نقاشی کنم نیاز به مدلی دارم. اون مدل یه جوونه که گفتن میشه این طرفا پیداش کرد. جوونهای زیادی از من گذر میکنند. اونی که دنبالش میگردی چه شکلیه؟ مثل تو قوی و با صلابتی. جوونهای قوی و با صلابت زیادی بودن که از دامنه من بالا رفتند. شاید جوونیم که تو دنبالش میگردی الان
روی قله های من باشه. پس به من کمک کن تا بتونم زودتر به قله های بلند تو برسم. دلم میخواد، ولی من با باد سیاه درگیرم. باید مراقب اون باشم مبادا به گلها آسیبی برسونه. تو هم اگر میخوای به قله های من دست پیدا کنی، باید سختی ها رو تحمل کنی تا قوی بشی. خیلی ممنون کوه. منم خودم رو برای همه چیز آماده کردم. فقط کمی نگران دخترم هستم. گفتی دخترت؟ آره. یادم اومد چیزی بگم. اونجا رو نگاه کن. اون گل رو میبینی؟ آره. دخترت امروز توی مدرسه به یک نفر کمک کرد و باعث شد اون گل روی دامنه من سبز بشه. عجیبه. حالا فهمیدی که گل نیکی افسانه نیست. چه جالب. ممنون که از دخترم به من خبر دادی. خواهش میکنم مراقب گلها باش. تو هم مراقب خودت باش. امیدوارم اون جوون رو پیدا کنی. بلند شو، نترس، که اگر بترسی زمین گیر میشی، حقیر میشی. اون وقت باید ذلت رو بپذیری. بلند شو مرد. برانی برانی کتاب باز نمانی. بدانید بدانید که در عین عیانی.
آهای ماه قشنگ آسمون، سلام. سلام. من دنبال جوون بلند بالا و قدرتمندی میگردم. میخواستم ببینم شما اونو ندیدین؟ من از این بالا جوونه قدرتمند زیادی میبینم. اونی که من دنبالش میگردم مثل کوه استوار و با صلابته، مثل خودت پاک و مهربونه. راستش من نقاشم. برای کشیدن یه تابلوی نقاشی نیاز به مدلی دارم تا اونو تموم کنم. همون نقاشی که شب قبل از حمله هوایی کشیدی؟ درسته، ولی تو از کجا میدونی؟ من از این بالا همه چیزو میبینم. یعنی تو از اون بالا دختر منم میبینی؟ آره دخترتو میبینم. اومده لب پنجره و زل زده به آسمون. حتما داره به تو نگاه میکنه. ولی امشب به من نگاه نمیکنه. داره دنبال ستاره تو میگرده. ستاره من؟ مگه من ستاره دارم؟ همه آدما توی آسمون ستاره دارن. اون میخواد ستاره تو پیدا کنه تا به وسیله اون با تو حرف بزنه. با اینکه سعی کردم با آثار نقاشی به دنیای بچه ها نزدیک بشم، اما اونا همیشه یک قدم از من جلوترن. حالا ستاره من کدومه؟ باید بگردی و خودت ستاره تو پیدا کنی. وقتی ستاره تو پیدا کردی میتونی آدرس اون جوونو ازش بپرسی. خیلی ممنون ما. تو امشب یه چیزایی به من یاد دادی که هیچ کس نگفته بود. خواهش میکنم. اینم بگم که نصف شب دیو شب سر میرسه و اون وقت مبارزه من با دیو شب شروع میشه. اگه دیو شب پیروز بشه تو هیچ وقت نمیتونی ستاره تو پیدا کنی. چرا دیو شب با تو مبارزه میکنه؟ آخه اون دوست داره همه جا تاریک باشه. از منم بدش میاد. از تو هم بدم میاد. از هرچی نقاشی و هنر و رنگ بدم میاد. باید همه جا سیاه بشه. سیاه 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 سیاه. آهای دیو شب، خجالت بکش، از لجاجت دست بردار. مگه تو نمیدونی اگه همه جا تاریک باشه پرنده ها از قصه دق میکنن؟ چه روح لطیف و شاعرانه ای. تو نقاشی یا شاعر؟ من آدمم. به تو اجازه نمیدم که هر کاری دلت میخواد بکنی. برو بچه، برو نقاشی تا بکش. برو چه به این حرفا. باشه نقاشی میکشم. اونم چه نقاشی. آره الان بهت نشون میدم. اینم رنگ سفید و اینم قلم مو. برانی کتاب آغاز نمانی. بدانی که در عین عیانی.
صبح بیدار بمونی و به من کمک کنی، با اومدن سپاه نور دیو شب فراری میشه. نه، من نباید بخوابم. ستارم رو پیدا نکردم. پس نشونه اون جوون چی میشه؟ من اینجام. من تو رو پیدا کردم. حالا اونجا رو ببین. بعد از اینکه از دشت بگذری به اون جوون میرسی. یعنی چی؟ ماه گفته بود که من باید ستاره رو پیدا کنم، ولی خیلی عجیبه. اگه برای دخترم تعریف کنم شاید باور نکنه. شاد آمدم از جمله آزاد آمدم. چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم، تا من به گفتار آمدم. خسته نباشید بابا. سلام عزیزم. دلم خیلی براتون تنگ شده. منم دلم برات تنگ شده. چه میکنی؟ درس میخونم. چند تا پیش صدآفرین گرفتم. آفرین دخترم، آفرین. بابا نقاشی رو تموم کردی؟ هنوز نه. تا حالا که نتونستم اون جوانو پیدا کنم. از
گلا چه خبر؟ دیو سیاه میخواد گلا رو پرپر کنه. از پرنده ها چه خبر؟ باید همین اطراف باشن، ولی من نمیبینمشون. حالا میخوایم چی کار کنیم؟ خسته شدم، سفرم خیلی طول کشید. اینجا پر از خطره. یعنی میخوایم برگردیم؟ تو چی میگی؟ دوست دارم ببینمتون، دوست دارم پیشم باشین. اما گلا و پرنده ها چی میشن؟ بذار آخرین تابلوی نقاشیمو تموم کنم، یه خورده دیگه منتظر باش، برمیگردم. چشم، بازم منتظر میمونم تا به گل عمو جون با دست پر برگردیم. من به تو افتخار میکنم دخترم. راستی نقاشیم میکشی؟ فقط دخترم آهای رود، تو یه جوون ندیدی؟ جوونی با قدرت و استقامتی چون کوه، جوونی به مهربونی ما، جوونی با دلی وسیع مثل صحرا، جوونی به پاکی آب مثل تو. اونو دیدی یا نه؟ من جوونای بسیاری مثل اون دیدم. اونا از من گذشتن و به اون جزیره رفتن. جزیره؟ کدوم جزیره؟ اگه از من بگذری به یک جزیره میرسی که محل جمع شدن عشاقه. همون جوونای عاشقی که دنبالشون میگردی، برای همین به اون جزیره میگن جزیره مجنون. من باید هر طور شده اون جوونو پیدا کنم. خدای من، غرق میشم. اگه از من بگذری به یک جزیره میرسی که محل جمع شدن عشاقه. همون جوونای عاشقی که دنبالشون میگردی.
دیدمش، خودشه. خوشحالم که به آرزوت رسیدی. دوست داشتم که تصویر اونو روی تابلوی خودم نقاشی کنم، اما میبینی که دیگه رنگ و قلمویی برام نمونده. خیلی متاسفم. درسته که نمیتونم اونو نقاشی کنم، اما خوشحالم که میبینمش. من تونستم به آرزوم برسم. مهم دیدن دوباره زیبایی است. آهای رود، اونجا رو نگاه کن. من دنبال یک جوون میگشتم، اما حالا جوانای بسیاری مثل اونو میبینم. من که بهت گفته بودم مثل اون زیاد دیدم. حق با توه، ولی تا کسی نبینه باور نمیکنه. باورش کمی سخته. چی شد؟ پس اونا کجا رفتن؟ اونا هم رفتن. کجا؟ به آسمون نگاه کن. اونا پرواز کردند و رفتن. پرواز؟ یعنی اون پرهایی که در راه دیدم؟ بله، اونا پرواز میکنن تا به خورشید برسن. منو تنها نذارید. با شما منو تنها نذارید. نگاه بکن به آنجا، بابام شده ستاره، از آسمون میکنه به سوی من اشاره. نگاه بکن به آنجا، بابام شده کبوتر، از آسمون برایم بوسه فرستد پدر. دخترم، کبوتر از قفس پر، قصه ها از دلت پر. بابا رفته از اینجا به یک هوای بهتر. سلام بابا جون. بابا تو گفته بودی شاید یه روزی برگردی، اما برنگشتی. تو الان تو آسمونی، من روی زمین. گفتن هیچی از تو به جا نمونده. مونده؟ دخترم، از من یه راه ناتموم مونده. دخترم،
تابلوی آخر رو تمومش کن. چشم بابا جون، راهتون رو ادامه میدم. تابلوی آخر رو تموم میکنم. آفرین آفرین. باز آمدم از پیش آن یار آمدم. در من نگر بهر تو غم خوار آمدم. بهر تو غم خوار آمدم. شاد آمدم از جمله آزاد آمدم. چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم. شاکرم. تشکر میکنم از تمامی عزیزان و عذرخواهی میکنم به خاطر گرمای سالن. خیلی ممنون عرض میکنم خدمت همه عزیزان، به ویژه جناب آقای جعفری مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان که همیشه مشرف و حامی هنرمندان تئاتر به ویژه آثار دینی و مذهبی بودند. معاونت محترم ایشون جناب آقای مسکرانی مسئول واحد نمایش آقای نوری، همینطور دوستانی که از بنیاد شهید در جمع ما حضور دارند، مدیریت بخش حاصل آقای صدیق مسئول هنری بنیاد شهید و خانواده‌های محترم شهدا، به ویژه خانواده محترم شهید توسی سراسیا علی و خانواده شهید لوقا، خانواده شهید صادقی که این نمایش به این دوستان تقدیم شده، چون در حقیقت کودکی و نوجوانی من رقم خورده با این عزیزانی که نام میبرم، از دوستان و اقوام من بودن که باشون بزرگ شدم و بعد شهادتشون روی من خیلی تاثیر گذاشته. من تشکر میکنم از خانواده این عزیزان که در جمع ما هستن. من بچهای گروه رو قبل از اینکه معرفیشون کنم خواهش میکنم دیگر بچهای گروه که در جمع ما هستن، من نمیدونم مجده اومده یا نه، مجده سالاری گوینده صدای، مجده بیا بالا عزیزم، صدای دختر، آقای کاشف تشریف بیارن، آقای صادقی، خانم یوسفی تشریف بیارین روی صحنه، بچهای گروه سیما که در سالن هستن، آقای خداداده، آقای شکیبی تشریف بیارین روی سالن که من گروه تئاتر سیمرغ سالهای سالی که نمایش مخصوص کودکان و نوجوانان اجرا میکنه و گاهی هم نمایش‌های مذهبی. آثاری که از این گروه اجرا شده نمایش واقعی در واقعه بوده که 50,000 نفر این کار رو دیدن، نمایش کاکلی، افسانه آدمک، رندان جهان، روزی نه مثل هر روز و نمایش‌های مختلفی در بروشور ذکر شده. این نمایش هم به سفارش بنیاد شهید و امور ایثارگران و با مشارکت
شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان در حقیقت به روی صحنه اومده که ما امیدواریم اجرای بعدیمون در تهران و شهرستان‌ها تداوم داشته باشه. این نمایش ابتدا قرار بود فقط 10 شب اجرا بشه باشه، اما به دلیل استقبال عزیزان امشب 23مین اجرای ما بود و صحبتش هست که انشاءالله تمدید بشه. ولی من قول نمیدم از چه تاریخی، چون دقیقا مشخص نشده، ولی اگر تمدید شد حتما به اطلاع دوستان خواهیم رسون. بچه‌های گروه تئاتر سیمرغ، آقای جمیل صادقی، طراح نور و مدیر صحنه کار، آقای کاظم کاشف، گوینده صدای نقاش از پیشکسوتان تئاتر خراسان، خانم یه لحظه من فامیلتون رو فراموش کردم، ببخشید. الهه اکرمی، ببخشید من الهه اکرمی، خانم اعظم خیرطلب، خانم سرور شفیعی و همسرشون امید شکیبی، امید نیست تو سالن، خانم مهناز اصغری، خانم سعیده امینزاده، همسر آقای صادقی، یعنی جان ببخش، خانم حدیث آذری، خانم فاطمه شوقی، همسر خود من منیره امیرتوفی که طراح و سازنده عروسک‌ها بودن، مجده سالاری که گوینده صدای دختر بودن، این گل پسر من ایلیا برومن که نقاشی‌های پوستر و بروشور و بیلبورد، نقاشی‌های کودکانه رو کشیده، خانم آفرین میرشاهی طراح پوستر تو سالن بودن، نمیدونم کجا رفتن، و دیگر بچه‌های گروه که لطف کردن تو این 3-4 ماه تمرین با من بودن. تشکر میکنم اگه کمی کسری بوده از من بوده. امشب چون شاید شب آخر باشه من از همه عزیزان تشکر میکنم. اگر نقدی پیشنهادی داشته باشید پایان کار من در خدمتتون هستم. باز هم من عذرخواهی میکنم به خاطر گرمای سالن و مشکلاتی که وجود داشته. شب بخیر، خدا نگهدار.